بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز درس سیوم و قسم یکم می باشد که توحید برای کودکان. مؤلف رحمه الله می گویند: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی الله علیه وسلم نبیا و رسوله. به خداوند و به دین اسلام و به رسالت محمد صلی الله علیه وسلم را پذیرفتم. شناختن سه اصل برایمان ضرور می باشد: شناختن خداوند و شناختن دین و شناختن محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی شناختن پیامبر صلی الله علیه وسلم. این سه اصل را مؤلف رحمه الله یکته بیان میکنند. یکمش شناختن اصل، یعنی شناختن خداوند. به سه تقسیم کرده. یکم قسم میگویند پروردگار من الله سبحانه و تعالی است که آفرنده تمام چیز و اداره کننده همه موجودات می باشد. خداوند در قرآن خبر داده میگوید: الله خالق کل شیء، سوره زمر. خداوند آفرنده تمام چیز است. دویم قسم میگویند پروردگارم را با واسطه های نشانه هایش و مخلوقاتش میشناسم. الله میگوید در قرآن: و من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر. و از علامت های دلالت کننده به وجود خدا این شب و روز و آفتاب و مهتاب می باشد. سوره فصلت به خداوند بیان کرد. سومین قسم می نویسند الله تعالی معبود یکتا و به مثل مانند است که او سزاوار عبادت و پرستش می باشد. خداوند در قرآن خبر داده می گوید: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، آن ذاتی را بپرستید که شما و مردم پیش از شما بوده را آفریده است، شاید که شما رستگار شوید. دوامش به مؤلف رحمه الله میگویند عبادت چه خیلی عبادت خداوند می شود. یعنی عبادت خداوند چیست؟ عبادت خداوند یکتا و به همتا اعتقاد و اطاعت کردن به الله سبحانه و تعالی میشد. اگر ما یکتا خداوند را عبادت کنیم، همین عبادت نامیده می شود. این بود مختصر از این روز درس. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.